سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت دو تشکیل کننده لتری بر دروغ با برد ماشین. در مسکو بلاگر تاجیک سلمان رجبزاده را از تالار دادگاه آزاد کردند. شرح وزارت کارهای داخله درباره صدمه پرقربانی کلوب، 2 نفر هلاک و 5 کس دیگر مجروح شدند. اینقدر تاجیک‌های داعشی آماده به حمله تروریستی در اروپا از کجا پیدا شدند؟ معاش و نفقه ها از 30 تا 40% زیاد می شوند برای مقامات قدرتی از 1 ینوار، برای دیگران از 1 ایول. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نویه سیمونوف شهر مسکو روز 9 ینوار سال 2024 با یک تصمیم در تجربه دادگاه‌های روسیه خیلی نادر از قانع ساختن درخواست تفتیشات در مورد حبس پیشکی بلاگر تاجیک سلمان رجبزاده دست کشید و او را از تالار دادگاه آزاد کرد. سلمان رجبزاده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و تأخیر دختران روس در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش عیبدار می‌شد. خدمات مطبوعات دادگاه گفت دادگاه نویه سیمونوف شهر مسکو قرار کرد که درخواست مقامات تفتیشاتی در مورد انتخاب حبس پیشکی به صفت چاره پیشگیری نسبت به شهروند تاجیکستان رجبزاده سلمان جمعه بای رد کرده شود و او در تالار دادگاه آزاد کرده شود. سلمان رجبزاده که با تخلص سالامونکین معروف است روز 7 ینوار دستگیر شده بود. به ضد او بر اساس بند و قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و پس زدن شان و شرف پرونده جنایتی گشودند. بنا به فرضیه تفتیشات رجبزاده قصداً در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش شان و شرف دختران روس را پس میزد و آنها را سبکپا و چنان دسترس به قلم میداد که گویا تیارم با هر مرد ناشناس بوسابوسی کنند و یا رقم‌های خود را بدهند. اما هنگام روز بازداشت سلمان رجبزاده یعنی 7 ینوار حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بختاور جمعه اظهار داشت که بلاگر تاجیک بیگناه دستگیر شده است. حامی حقوق گفت او را قبلا تهمت کرده به ضدش معرکه ساخته بودند بی یگان گناه. سلمان رجبزاده در مسکو با اشتراک دخترای محلی واین و پرانک ثبت و نشر میکرد، ولی خشم تماشابینان را به ویژه ویدیویی که روز 9 دکامبر سال 2023 نشر شد برانگیخت. این همون ویدیویی است که کسی الاف میزند که چه خیلی با نتاشا کیف میکردم و هم ادامه میکند که به زودی همه دختران روس زنان ما میشوند. ابرهای سیاه بالای سر بلاگر تاجیک روز 6 ینوار سال 2024 وقت جمع شدند که رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر بستریکین که با موقع آشکارای مهاجر بدبینانش نام برآورده است از مقامات تفتیشات شهر مسکو تحقیق ویدیوهای تحقیرآمیز نسبت به دختران روس از جانب بلاگر زاده تاجیکستان را تقاضا کرد. بستریکین این پرونده را هم زیر نظارت خود گرفت و سردار سراسط تفتیشات پایتخت روسیه استریشکوف طلب کرد که درباره جریان تحقیق قضیه به او اصابات بدهند. در رسانه‌های اجتماعی خبرها درباره از جانب یک زاده تاجیکستان نشر شدن ویدیوهای صحنه‌سازی شده که در آنها دختران روس را به مسخره میکشند پخش شدند. این مهاجر دختران ساکنان مسکو را به گونه نامناسب نمایش داده نسبت به آنها شرح‌های قبیح را نیز روا می‌بیند. ادعا شده است در گزارش خدمات مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه ولکه روز 7 ینوار سراسط تفتیشات شهر مسکو در کانالش در تلگرام خبر داد که شعبه تفتیشاتی سیمونوف نسبت بلاگر تاجیک بر اساس بند و قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و پس زدن شان و شرف پرونده جنایتی گشوده است. فعلا گمانبر شونده دستگیر شده با تدبیرهای تفتیشاتی گذرانیده می شوند. بنا به معلومات تفتیشاتی زاده تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2023 در زمینه مناسبت خصومت آمیز نسبت به نمایندگان ملت روس ویدیوها را ثبت و سپس در اینترنت نشر می کرد که در این ویدیوها علامت‌های پس زدن شان و شرف انسانی دختران سلاویانی دیده می شود. گفته می شود در اطلاعیه مقامات تفتیشاتی ویدیوی با دستان زولان پیچ به بازپرسی آوردن بلاگر تاجیک را نیز نشر کردند. تا کنون درباره دست کم 3 پرونده جنایتی
به ضد بلاگران زاده تاجیکستان در روسیه خبرها نشر شده بود. از جمله یک بلاگر 40 ساله زاده تاجیکستان ماه سال 2022 در عین اوج پاندمی کرونا ویروس در ولایت نیژنی نوگورود روسیه با اتهام پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره کرونا ویروس، درباره واکسینه ها و همچنین در دوران پاندمی کرونا ویروس برای یک پرانک در مترو مسکو درباره این بیماری بلاگر دیگر تاجیک کرامتولو جباروف دستگیر و سپس 2 سال و 4 ماه به زندان محکوم شد. او را بعد آزاد شدن از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. در تیر ماه سال 2021 باشد برای در نزد کلیسای وسیلی مقدس در مرکز مسکو گرفتن عکس‌های خصوصیت شبانه داشته بلاگر زاده تاجیکستان روسلان بوبیوف و دوست دختر روسش آناستاسیا چستووا دستگیر و هر کدام به 10 ماه زندان محکوم شدند. روسلان بوبیوف سال 2022 از محبس آزاد شد و او را هم از روسیه دیپورت کردند. روز 7 ژانویه سال 2024 2 هفته مهلت حبس مرد 30 ساله زاده تاجیکستان محمد رجب که در غرب آلمان با گمان آمادگی به حمله به کلیسای استفان مقدس و پارک فراغتی پراتر در شهر وین دستگیر شده بود به پایان رسید. اما پلیس آلمان گفت که او با درخواست پلیس افسر در پس پنجره باقی میماند تا زمانی که مقامات افسر در مورد به جوابگری کشاندن و یا اخراج این زاده تاجیکستان تصمیم بگیرند. خود محمد رجب و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به گمان تفتیشات او میخواست از نام سازمان تروریستی داعش خراسان در روزهای عید مولود مسیح و سال نو با ماشین پر از مواد ترکنده به کلیسا و باغ در وین حمله کنند. تفتیشات همچنین بر این است که محمد رجب تنها یک بخش یک شبکه بزرگ افراد داعش در اروپا بود که نقشه حمله به کلیسای مشهور قدیمه در شهر کیلن را نیز در سر داشت، ولی در کیلن حملهشان را میخواستند با استفاده از درون انجام بدهند. گفته میشود گروه بزرگ از جنگجویان داعش به اروپا پناه برده در اینجا شبه های مخفی این گروه تروریستی را سازمان دادند و گوش به قمار بودند که آیا رهبران داعش در آینده چه امری یا سپارشی به آنها خواهند داد. مطبوعات آلمان و افسر در روزهای آخر درباره سری بازداشت‌های اعضای داعش که متاسفانه اکثرشان زادگان تاجیکستان خبر میدهند. نخستین شده روز 23 دکامبر سال 2023 در یک منزل در شهر وزل آلمان محمد رجب با 4 همخانه‌اش دستگیر شدند. آن 4 نفر را بعد بازپرسی جواب دادند، ولی محمد رجب را تا 7 ژانویه به حبس گرفتند و اینک مهلت حبسش باز تمدید شد. همزمان با او همان روز 23 دکامبر در وین پایتخت افسریا 4 نفر از جمله زن و شوهر را دستگیر کردند. نام یکی از آنها نشر شده است، مراد توشبیکوویچ. نفر شمرده می شود که عضو شعبه داعش در وین بوده. همچنین کانال تماس بین رهبران داعش خراسان و جنگجویان به اروپا راه یافته خدمت می کرد. از جمله تفتیشات معین کرده است که او با محمد رجب از 20 تا 23 نوامبر سال 2023 در شهر سنت وندل آلمان ملاقات کرده است. گمان می رود که آنها جزئیات حمله نقشه ریزی شدهشان را مصلحت می کردند. روز 31 دکامبر در شهر نیورونیخ در کنار کیلن با اتهام دست داشتن در آمادگی به انجام حمله تروریستی 4 نفر، یک جوان 25 ساله از تاجیکستان، 2 زاده ازبکستانی و یک شهروند ترکتبار آلمان دستگیر شدند. پلیس 3 نفر آنها را بعد سال نو جواب داد، ولی جوان تاجیک را فعلا برای 14 روز به حبس گرفته است. مطبوعات آلمان هم چنین خبر دادند که با این اتهام دست داشتن در نقشه‌های حمله به کلیسای قدیمه کیلن با 3 زاده دیگر اتحاد شوروی دستگیر شدند. شهروند 28 ساله تاجیکستان با همسرش و یک مرد 47 ساله زاده چچنستان. ژورنالیستان نیمسی در پی این سری بازداشت‌ها سوالی را مطرح می‌کنند که اینقدر جنگجوی اسلامگرای زاده تاجیکستان در آلمان از کجا و چگونه پیدا شدند. روزنامه بیل با تکیه به منابعش در مقامات امنیتی و پلیس آلمان خبر داد که اکثر این افراطگرایان زاده تاجیکستان در جامعه گریزه‌های جنگ اوکراین به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آمدند. بنا به معلومات دریافتی بیلد، جنگجویان تاجیکستانی برای ورود به آلمان کشورهای دیگر اروپا از سندهای قلبکی که در اوکراین دریافت کردن استفاده برده، در اینجا با شکایت از اینکه در کشورهای خود تحت فشار و تعقیب قرار دارند، خیلی به آسانی و بدون پرسجوی زیاد حق بود و باش پیدا میکنند.
این فرضیه را اولین شده پایگاه خبری بامداد مطرح کرده بود. یک منبع بامداد در آلمان نقل کرده بود که بعد تورمار شدن داعش در سوریه و عراق اکثر جنگجویانش رو به فرار آوردند. در اول یک قسم آنها به روسیه که در وقتش از همه جا به خاور میانه رفته بودند برگشتند، ولی مقامات روسیه درخواست استرداد افراد تحت جستجو را قریب هیچگاه رد نمی کنند، به خصوص اگر اتهامات مربوط به تروریسم و افراطگرایی باشد. از این رو بعد بازداشت و استرداد نخستین همسنگرانش در روسیه، جنگجویان فراری داعش در جستجوی مکان امن‌تر رو به اوکراین آوردند. اولا به این دلیل که اوکراین با کشورهای سابق شوروی ویزا جاری نکرده است. ثانیا این کیف قریب هیچگاه افراد تحت جستجو را به این کشورها تسلیم نمی کند. قبلا هم درباره چند مورد با اتهام آمادگی به حمله ها از نام داعش دستگیر شدن زادگان تاجیکستان در اروپا خبرها به دست می رسید، ولی این دفعه بار اول در کنار مردان دست کم 2 همسر زادگان تاجیکستان نیز با این اتهام دست داشتند در فعالیت‌های تروریستی به دست افتادند. وقتهای آخر بعضی نفران مردم فریب با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت بازی‌های لاتاری را با برد ماشین‌ها تشکیل و اعلان کرده شهروندان به خصوص مهاجران را فریب می‌دهند. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 2 ژانویه سال 2024 از بازداشت 2 بلاگر با اتهام قلابی خبر داد و گفت که ساکنان نویه رودکی غفورزاده سامان و گلزاده نیکروز در ویدیو هاستینگ شبکه‌های اجتماعی یوتیوب صفحه‌های خود را با نام‌های سامان افیسال و ماکسیم تیوی به قید گرفته بازی لاتاری تشکیل کردند و بر دروغ چندین ماشین‌های تمغه کیا، تویوتا کامری و هوندای سوناتا را به بازی لاتاری گذاشته شهروندان زود باور را به مبلغ 100,000 سومانی فریب دادند. خود سامان غفورزاده و نیکروز گلزاده و نزدیکان آنها برای شر ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به نقل داستانی کل آنها طبق شرط‌های پیش بینی گردیده ماشین‌های وعدگی را باید با اعلان نتیجه بازی به شخصان برد کرده می‌دادند. اما سامان غفورزاده به باوری شهروندان قادروف و سعیدوف در آمده با رای فریب که به گذراندن بازی ماشین‌های در بازی گذاشته شده را به نرخ ارزان به آنها می‌فروشند و نامبردگان توسط انتقال پول مبلغ 180,500 سومانی را گرفته تصرف نمودند. به آنها ضرر مخصوص کلان مادی رسانیدند. خبر می‌دهد داستانی کل به همین راه و اصول می‌افزاید. داستانی کل نوروز گلزاده نیز به باوری شهروندان نزاروف، سلمان و قرایف در آمده با وعده بر دروغ که بعد برگزاری بازی ماشین‌های تویوتا کامری و هوندای سوناتا را به آنها ارزان می‌فروشد. از شهروندان نامبرده در 3 حالت توسط حامیان الکترونی دوشنبه سیت جمع 230,200 سومانی را گرفته تصرف کرده است. به حساب تفتیشات در نتیجه کردارهای قلابانه سامان غفورزاده و نوروز گلزاده مبلغ خیلی زیاد شهروندان در مجموع 590,700 سومانی تصرف کرده شده است. داستانی کل تاجیکستان روز 8 نوامبر سال 2023 نسبت به سامان غفورزاده و نوروز گلزاده بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایی آغاز کرده است. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای صبح‌ها و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. تحقیق بامداد نشان داد که کانال ماکسیم تیوی از یوتیوب لکه غیب زده است، ولی کانال سامان افیسال همچنان فعال بوده. با دعوت برای اشتراک در لاتاری در این کانال تازه شب 9 ژانویه سال 2024 گذاشته شده است. ماموران کانال میگویند بازی لاتاریشان را میبایست در شب سال نو برپا میکردند، ولی از بس که همه لاتاری فروخته نشد فینال را به روز 15 ژانویه گذاشتند. او همچنین با دل پر به مشتریان که اونها را شیران نر نام میبرد وعده میدهد که برندگان لاتاری علاوه صاحب یک ماشین تویوتا کامری نو از سالن خریده شده و باز ده ماشین اوپل میشوند. جالب آن است که تشکیل کنندگان لاتاری در کانال سامان افیسال هر دفعه ویدیوهای خود را در نزد افتسالن ها ثبت میکنند و طور وانمود میکنند که همه ماشین ها در این افتسالن ها از او باشند. نقطه دیگر جالب توجه در این قضیه این است که در حالی که داستانی کل میگوید هنوز 8 نوامبر بازدید این مردم فریبان پرونده شده است، در کانال سامان افیسال تمام ماه دکامبر و اینک ماه ژانویه
تبلیغ لطریه همچنان پرجوش ادامه دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه پرقربانی صبح 8 ژانویه سال 2024 در شهر کولاب را شرح داد و گفت بر اثر این صدمه 2 نفر هلاک گردیده، 5 کس دیگر جراحت گوناگون برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی صبح 8 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 9:15 راننده ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده زایروف امروخان سال تولدش 2003 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت کوچه شوین به سمت کوچه اوفیز شیروزی از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه دیو سیلو تحت اداره عبدالرحیموف کرامت الله سال تولدش 1989 نیز ساکن شهر کولاب برخورده است. در پی این برخورد ماشین تمغه دیو سیلو به نقطه فروش حجره‌های استقامتی که از طرف چپ کنار راه جایگیر می باشد زده در آمده است. در نتیجه صدمه کارمند نقطه فروش خانه ها کینجایف اسماعیل سال تولدش 1971 ساکن شهر کولاب و راننده ماشین دیو سیلو عبدالرحیموف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. اینچنین 3 مسافر ماشین تمغه دیو سیلو و راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف و مسافرش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخلی. بنا به خبر دیگر وزارت کارهای داخلی شام 7 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 18:00 در شورای دوشنبه کولاب راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف عبدالقهار سال تولدش 1979 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه واسه واقع در حدود جماعت دیوت سیبستان نویه دنقره از اوده اداره نمودن واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد سیفالله زین الله سال تولدش 1966 ساکن نویه وخش را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد سیفالله جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 ژانویه سال 2024 فرمان رقم 671 درباره بالا بردن معاش و نفقه ها را امضا کرد. از 30 تا 40% بالا بردن معاش و نفقه ها در سال 2024 از جمله وعده های اساسی امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش در صحنه 28 دکامبر بود. بر اساس فرمان پرزیدنت درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیه ها، معاش وظیفوی خدمتیان حربی، هیئت شخصی قطاری و رهبری کننده مقامات کارهای داخلی، مقامات پروکراتوره و دیگر مقامات حفظ حقوق الکی از 1 ژانویه سال 2024 به اندازه 40% زیاد کرده شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت در شرح این فرمان نوشت وابسته به این معاش زمینوی برای حساب نمودن کیفیت‌ها برای رتبه‌های حربی، خدمتیان حربی و مخصوص کارمندان مقامات حفظ حقوق از رتبه قطاری تا لیتنانت 1390 سومونی و از رتبه لیتنانت کلان تا گنرال ارتش 1250 سومونی مقرر کرده می شود. این چنین اندازه معاش زمینوی برای خدمتیان دولتی منصب‌های مأموری کاتگوری‌های عالی، یکم، دوم، سوم، چهارم خدمت دولتی که در ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق فعالیت می‌نمایند به اندازه 1250 سومونی و برای منصب‌های مأموری کاتگوری‌های پنجم، ششم و هفتم خدمت دولتی مقامات در بالا ارائه شده به اندازه 1390 سومونی مقرر می‌گردد. همزمان با این در فرمان پرزیدنت تاجیکستان حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری از 1 ایول سال 2024 به اندازه 800 سومونی در یک ماه مقرر کرده شد. معاش وظیفوی کارمندان مقامات حکومت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، حفظ اجتماعی و تشکیلات‌های دیگر بودجتی از 1 ایول سال 2024 به اندازه 40% زیاد می‌گردد. وابسته به این از 1 ایول سال 2024 اندازه معاش زمینوی خدمتیان مأموری خدمت دولتی
برای منصب‌های کاتگوری اولی 1120 سومونی، برای منصب‌های کاتگوری‌های یکم، دوم، سوم، چهارم 1045 سومونی و برای منصب‌های کاتگوری‌های پنجم، ششم و هفتم 1160 سومونی مقرر کرده شده است. این چنین اندازه معاش زمینوی برای حساب نمودن معاش وظیفوی کارمندان ساحه تندرستی 620 سومونی برابر گردید. استیپندیاهای کنونی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی از جمله استیپندیاهای پرزیدنتی از 1 یولی سال 2024 به اندازه 40% بالا برده می‌شوند. نفقه‌های سقراطوی، مهنتی و اجتماعی این چنین علاوه پولی به آنها از 1 یولی سال 2024 در حجم 30% از اندازه مقرر شدهشان زیاد کرده می‌شود. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت مبلغ گذاری خراجات زیادشوی مزد مهنت کارمندان ساحه بودجتی، نفقه و استیپندیاها در سال جاری از حساب مبلغ‌های بودجتی دولتی جمهوری تاجیکستان پرره تامین می‌گردند. ساکنان از تصمیم بالا بردن معاش و نفقه ها در تاجیکستان اظهار خوشحالی می‌کنند، ولی در عین زمان از آن شکایت دارند که هنوز فرمان افزایش معاش و نفقه ها امضا نشده. مقامات نرخ برق و آب و خدمت‌های کمونالی و دیگر خدمت رسانی‌ها را بالا بردند که این ثمره و تاثیر منتظره افزایش معاش‌ها را به سطح نیکوحوالی اهالی تقریبا هیچ می‌کند. یادآور می‌شویم که تاجیکستان از لحاظ سطح معاش و نفقه در بین سابق کشورهای شوروی در زینه از همه آخرین جای گرفته است. автобус خبره خبره که ماتر جمعه برما بس شابیو خجابیو 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 خبروما خبره رفاجو در حقیقت میفروید. خیلی خمال آمازونه. یا فرو رفته. یا فرو جاب یا خیمه فرو. شنبه کوبلا. نماز آشک جاو شنبه گو. چی مرا کشته؟ داره اوی که بیا برد که جو. مطرح چی نمیگم. که بیا جابیو مردکی. که بیا جابیو. روی دادوما. اینه مالا کافی تو بچه با عقلی اون نمیفهمه او مالا کافی ده که گویا زوره یه غرمی بلا دام نزای جا ما کلوبیم غرمی او چیه بنا یا ما نبرمش بچه ها تقوام نمیجا الان شزوره گرال رمضان هنیزوده تقوی ردوی من خوارندی من نخواه ما بترسیم که با ما را بزنم اونا شرگامه برام پرزید مسعود شکل بیا برسکجون بیا فراق خطیمه بیا بره اون جانورین پیشی مامو نمازده شریعه بودم رزان چی دار کنه پردنه تون جزیره ولی بقدیر هیچ داره اما بخرکم و کلوبی بخرده باشه تک بزنه مخش میدن و کلوبی دابزنه به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامونی با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2018 مرد 39 ساله ساکن نوع رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او 3,370,000 روبل روسی را گرفته وعده داده است که از روسیه یکشن автомاشین نوع مسافرکشانی را خریداری نموده به اجاره سپرده فایده به دست آوردهش را بین همدیگر تقسیم میکنند، اما او وعدهش را اجرا نکرده از این مبلغ 600,000 روبل را داده باقی مانده مبلغ مذکور را تا حال برنگردانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 39 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2022 زن 36 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریش در آمده
از او جواهرات طلایی را به مبلغ 77,000 سامانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همزمان ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه ماه دکمبر سال 2023 هنگام در کوچه بیناکاران شهر وحدت قرار داشتنش با راه فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور در آمده یک عدد автомاشین تمغه کیا رو به گرو مانده از جبر دیده 50,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی مرد 34 ساله ساکن نویه جیهون مراجعت نموده است که 31 دکمبر سال 2023 هنگام در ایستگاه مسافرکشانی جماعت شهرک گلستان قرار داشتنش شخصان نامعلوم با راه پنهانی یک عدد اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 6350 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن نویه بلخی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه سینا عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 26 دکمبر سال 2023 تقریبا ساعت 05:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نزد طرفخانه یک عدد تجهیزات یخماز بروری فریزر را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 35,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله و جوان 24 ساله ساکنان نویه اسپیتامین با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. گمان بر شوندگان 19 دکمبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:00 دقیقه به نقطه شستشوی نقلیات واقع در جماعت شهر نفقت نویه اسپیتامین در اومده با راه پنهانی یک عدد تجهیزات اتومبیل تعمیر کنی پجامنیک را که به مرد 46 ساله ساکن نویه مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.